فصل 29. صداقت. جمعه ساعت 2:09 بعد از ظهر. کامران ماشین خود را پارک کرد. مدتها بود که از رانندگی کردن لذت نمی برد. این اواخر کمتر پیش می آمد که او از چیزی لذت ببرد. رانندگی برای او تبدیل به یک کار شاق و طاقت فرسا شده بود. اگر قرار بر خرید و حمل بار نمی بود، شاید هیچگاه سوار ماشین خود نمی شد. اما سالها پیش، زمانی که رابطه‌اش با سودابه طوفانی شده بود، گاهی به همین ماشین پناه می آورد. سوار می شد و بی هدف در شهر رانندگی می کرد. بران بود تا با حرکت در مکان از بار سنگین زمان بکاهد. احساس می کرد که هرچه سریعتر می راند، زمان هم برای او رقیق‌تر و از این رو قابل تحمل‌تر می شود. زمان رقیق‌تر می شد، اما برخلاف میل او کندتر می گذشت. در این لحظات دست کسی به او نمی رسید و این دقیقاً همان چیزی بود که او در آن بره از زندگیش به آن سخت نیاز داشت. نیاز داشت در لایه ضخیم و تاریک شب فرو رود و ناپدید شود. در این رانندگی های شبانه تنها بود و می توانست در آرامش کامل درباره خود و زندگیش بیندیشد. اما متوجه شده بود که اندیشه و اندیشیدن نیز نمی توانند او را از باطلاقی که در آن گرفتار شده بود برهانند. یک بار مرتضی پس از آن که پیوند کامران و سودابه از هم پاره شده بود و کامران تنها شده بود، از او پرسیده بود: پشیمون نیستی؟ کامران در پاسخ گفته بود: خیلی زیاد. اما پشیمانی تصحیح آن خطایی نیست که مرتکب شده ای. دانسته یا ندانسته اعتراف به اون اشتباهه. کامران با آنکه میدانست پرونده زندگی مشترکش با سودابه به پایان رسیده و دیگر ممکن نیست با او زیر یک سقف زندگی کند، همین چند ساعت پیش، همان موقع که سودابه فارغ بال روبروی تابلوی طبیعت بیجان نشسته بود، همان موقع که سودابه در حاشیه دو رنگ شده ی دیوار پشت تابلو به خاطرات گذشته و مشترکشان نقبی زده بود، در برابر چشمان او از پشیمانی خود پرده برگرفته بود. او بیان که بخواهد به سودابه اجازه داده بود به پستوهای زندگی او سرک بکشد. دست او را در رمزگشایی از چیدمان و کشف ناگفته های پنهان در دیالوگ بین اشیاء خانه باز گذاشته بود. به او این امکان را داده بود در بیمهری تقلیص شده در گلدانها پی به آشفتگی روحی او ببرد. او از اینکه این همه راز را ظرف مدتی این چنین کوتاه فاش کرده بود پیش خود شرمگین بود. در گاراژ را بست. همانطور که در گاراژ به آهستگی بسته میشد، نگاهی به ماشین خود انداخت. او برای تنها شدن، برای خلوت کردن با خود دیگر نیازی به این ماشین نداشت. زندگیش سرشار از تنهایی شده بود. بازیگران زندگیش یکی پس از دیگری از صحنه خارج شده بودند. او مانده بود و صحنه خالی و چشمان کنجکاو تماشاگرانی که منتظر بودند ببینند سرنوشت او به کجا می انجامد. او برای ادامه بازی زندگیش نیاز به کسی یا چیزی داشت تا بتواند او را از چنگ این تنهایی برهاند. او را از شر این گرگور زامزا که سایه به سایه به دنبال او را افتاده بود و او را تنها نمیگذاشت نجات دهد. این ماشین نقش خود را در زندگی او در آن روزگار طوفانی پیش از جداییش از سودابه ایفا کرده بود. او دریافته بود که در زندگی گاهی یک تصمیم نیندیشیده راه را بر اندیشیدن بعدی سد می کند و مجالی برای چاره‌جویی باقی نمی نهد. اما شوربختانه دانستن این نکته حکیمانه نیز تضمینی برای دوام و بقای زندگی آرام و خوب او نبود. همه آن کتاب‌های فلسفی که در طول زندگی خود خوانده بود و همه آن توصیه‌های داهیانه فیلسوفان نیز نتوانسته بودند مانع از لغزش او بشوند. نتوانسته بودند مانع از جن‌زدگی دیر هنگام در زندگی او گردند و نتوانسته بودند او را در برابر خطر فرو رفتن در ورطه ویرانگر برخاسته از آن تصمیم خطا حفظ کنند. همه آنچه که او درباره زمان و مکان خوانده بود، هیچ کدام حال که او نیاز به تهی کردن زمان و مکان از مضمون‌های ناخوشایند زندگی داشت، به داد او نرسیده بودند. او ترجیح میداد در زمان و مکان فلسفی زندگی بگذراند، یعنی همان زمان و مکانی که تنها در دنیای واژه‌ها و مفاهیم وجود دارند. اما او ناگزیر به این اعتراف شده بود که زمان و مکانی که در آن زندگی می‌کند واقعی‌اند و از جنس و مفهوم واژه نیستند. او دریافته بود که دنیای واقعی دنیای وهم‌آلود فلسفی نیست که خود انسان نیز در آن تبدیل به واژه و مفهوم شود.
او در آن ایام طوفانی پیش از آن که پناهگاهی به نام ماشین خود را کشف کند بارها به اتاق کارش پناه برده بود. شیشه ودکا یا هر آنچه در دسترس بود را برمی داشت و به فرمان مغز خود گردن می نهاد و به امپراتوری خود عقب نشینی می کرد. این همان تاکتیک جنگی بود که سودابه نیز پس از یک مشاجره خانوادگی همواره در پیش می گرفت. به هابیروم خودش می رفت و در را پشت سر خود می بست. پس از این عقب نشینی ها جنگ پایان نمی گرفت و این گونه نبود که در سایه یک آتش بس موقت صلح حاصل شود. مشاجره خاتمه می یافت، اما دروازه زندگی مشترکشان را بر روی طوفانی دیگر، بر روی بهانه دیگر و مشاجره دیگر گوش تا گوش می گشود. پس از مدتی متوجه شده بود که در این اتاق با آن آرامشی که برای مرور کردن تصمیم‌ها و خطاها نیاز دارد دست نمی‌یابد. آشفتگی حاکم بر این اتاق مانع از تمرکز او میشد و این برای خود او نیز پدیده عجیبی بود. زمانی که سرگرم خواندن یا نوشتن بود چنان در کار خود غرق میشد که آشفتگی میز و قفسه ها را نمیدید. حتی گاهی گمان میکرد که این جهان نامنظم که او را چنین تنگ در آغوش گرفته است امر منظم اندیشیدن را برای او ممکن میسازد. اما هرگاه میخواست درباره موضوع دیگری بیندیشد، مثلا درباره خودش و زندگیش، درباره گذشته و آیندهش، همین بی‌نظمی فراگیر روی تارهای اعصابش سنگینی میکرد. این بی‌نظمی در چنین لحظاتی صندوقچه بی سر و ته زمان را از افکار پریشانش می‌انباشت. پیش از آن که وارد خانه شود نگاهی به درون صندوق پستیش انداخته بود. وسوسه برخاسته از نامه‌ای که 2 روز پیش او را غافلگیر کرده بود او را بران داشته بود تا مجددا نگاهی به درون این صندوق بیاندازد. نامه‌ای نیامده بود. صندوق پستی از همان حکایت تکراری و ملال‌آور همیشگی پر بود. 1-2 برگه تبلیغاتی که نشان از ادامه روزمرگی داشتند. سودابه بارها از او خواسته بود که با زدن برچسب لطفاً برگه تبلیغی نیندازید از شر این تبلیغات روزانه خلاص شود. خواستی که او هیچگاه عملی نکرده بود. او با بی‌اعتنایی از برابر خیلی از خواستهای بزرگ و حتی کوچک سودابه گذشته بود. بحرانی که همچون خوره به جان زندگی مشترک کامران و سودابه افتاده بود به طور ناگهانی شکل نگرفته بود. در همان روزها و هفته‌های پیش از پروار شدن بحران در مناسبات زندگی زناشوییشان جرقه‌های گاه و بیگاه به جان خرمن زندگی مشترکشان می‌افتاد. گرچه گذشت زمان مانع از شعله‌ور شدن آن جرقه‌ها می‌شد، اما وجود این جرقه‌ها در زندگیشان نشانه خوبی نبود. جرقه‌هایی که اگر چشمی بینا و گوشی شنوا وجود داشت شاید آنها موفق می‌شدند پیش از آن که پرده نمایش این زندگی مشترک فرو بیفتد و زمانی که بازی تمام شود مانع از بحرانی شدن رابطه‌شان گردد. کامران اگر قادر به دیدن این نشانه‌های نامرئی بود و اگر می‌توانست ناگفته‌ها را بشنود، شاید می‌توانست در چهره آن جرقه‌ها زوزه طوفان بحرانی که پشت در کمین کرده است را به وضوح بشنود. او به جای دیدن این نشانه‌ها آنها را انکار می‌کرد. به اتاق خود می‌رفت و کتابی را باز می‌کرد و سعی داشت چنین وانمود کند که مشغول خواندن چیزی است. اما هم خود او به خوبی آگاه بود و هم سودابه پس از سالها زندگی مشترک با او این را می دانست که او در آن لحظه از چنین فراغتی برخوردار نیست که بتواند بر افکار پراکنده‌اش حاکم شود. وقتی کامران به اتاق خود می رفت دلیلی وجود نداشت که سودابه نیز به هابیروم خود برود. سودابه همانجا می ماند و مشغول تمیز کردن خانه می شد. جاروی برقی را برمی داشت و تمیز کردن خانه را از همان طبقه بالا و از پشت در اتاق کامران شروع می کرد. کامران از صدای جاروی برقی متنفر بود. تنفری که در چنین لحظاتی حتی به اوج خود می رسید. از خود می پرسید که آیا سودابه پس از این همه سال زندگی مشترک با او از چنین تنفری چیزی نمی داند؟ یا می‌داند و به رغم آن بران است تا با به راه انداختن این سر و صدای گوشخراش او را بیش از پیش بیازارد. آیا این نوعی انتقام گرفتن نبود؟ یافتن مرهمی بر دردهای روحی خود از طریق دگرآزاری؟ سودابه می‌دانست که صدای جاروی برقی باعث آزار همسرش می‌شود. این موضوع را بارها از خود او شنیده بود. از سودابه خواهش کرده بود که زمان جارو کشیدن را به ساعاتی موکول کند که او در خانه نیست. سودابه هم این موضوع را رعایت می کرد.
اما پس از یک مشاجره سودابه خود را ملزم به رعایت حال و وضع او نمیدید. کامران درباره این موضوع که سودابه زن بدذاتی نیست کمترین تردیدی نداشت. از این رو علت این که چرا سودابه در چنین شرایطی به یاد جارو کردن خانه میافتد را متوجه نمیشد. سودابه چه چنین کاری را آگاهانه میکرد و چه ناآگاهانه باعث آمیزش عذاب روحی و عذاب وجدان در روح و روان او میشد. عذاب وجدان کامران ریشه در حدس و گمانهای او داشت. او با آنکه جرقه ها را انکار میکرد نمیتوانست مطمئن باشد که سودابه از ماجرای عشقی او با بریگیته بویی نبرده است. همچنین شک و تردید در سایه این دعواها و بگو مگوها باعث عذاب وجدان او میشد. نگاهش روی گلدان بزرگ کنار در ورودی خانه متوقف ماند. گلدانی که برخی از رازهای داخل خانه را فاش میکرد. کافی بود سودابه یا هر رهگذر دیگری این گلدان را ببیند و متوجه آشفتگی روحی صاحب خانه شود. با نگریستن به این گیاهان تشنه از خود پرسیده بود که چگونه توانسته از هر روز از کنار این گلدان بگذرد و متوجه حال و روز آنها نشود. این گلها را هایکه به او هدیه داده بود. هایکه چند هفته پیش در ایام کریسمس گیاهانی خریده بود و در این گلدان کاشته بود. گفته بود که این گل رز زمستانی را به قصد همین گلدان خریده است. کامران از دیدن گلهای سفید این گیاه در فصل سرما تعجب کرده بود و نام آن را پرسیده بود. هایکه گفته بود که در زبان آلمانی به آنها رز مسیح میگویند. هایکه همان روز گیاهان پژمرده آن گلدان را خالی کرده بود و این گیاهان را در آن کاشته بود. گیاهانی که اکنون در اثر بی‌توجهی او پژمرده شده بودند. کامران آب پاچ کوچکی که سودابه زمانی به قصد آب دادن به گیاهان این گلدان پشت آن گذاشته بود را برداشت و به گلها آب داد. از خود پرسید که چگونه هایکه متوجه حال روز این گیاه نشده است. در پاسخ به خود گفت هایکه حتما متوجه میشد، شاید در تاریکی غروب اونها را ندیده. کامران نگاهی به برگ‌های خشک شده این گیاهان انداخت و از خود پرسید آیا ممکنه دیر شده باشه؟ چه پرسش عجیبی. پرسشی که ظرف این سالها بارها گاه و بیگاه از خود پرسیده بود. یک بار که با بریگیته تنها بود، همانطور که پس از هماغوشی روی تخت دراز کشیده بود، همین پرسش را از خود مطرح کرده بود. بریگیته به او پشت کرده بود و ساکت بود. کامران نگاهی به سرشانه سفید بریگیته انداخته بود و از خود پرسیده بود که این آیا همان کسی است که او حاضر شده مابقی زندگی خود را، یعنی این چند فصل باقی مانده از زندگیش را با او بگذراند، در کنار او از خواب برخیزد و شب هنگام به انتظار او به در خانه زل بزند. و از خود پرسیده بود که آیا برای طرح چنین پرسش‌های سرنوشت سازی دیر نشده است. او متوجه شده بود که از شور و هیجان بریگیته برای دیدار و همبستر شدن با او کاسته شده است. این را در پاسخهای بریگیته به مهر و نوازش خود حس می کرد. کمتر پیش می آمد که بریگیته مثل ماهای نخست شروع رابطهشان انگشتان نوازشگر خود را لای موهای جوگندمی او بلغزاند و وجود او را در آن لحظه رخوتناک پس از هماغوشی غرق در لذت کند. بریگیته پس از هماغوشی سریع از جای خود بلند می شد، یا لبه تخت می نشست یا حوله‌ای را به دور پیکر خود می پیچید و روی صندلی چوبی کنار پاتختی اتاق خواب می نشست. کامران نیز در می یافت که زمان رفتن و ودا فرا رسیده است. لباسهایش را می پوشید، بوسه‌ای بر گونه بریگیته می زد و می رفت. یک بار که بریگیته همانجا کنار پاتختی روی همان صندلی نشسته بود، از او پرسیده بود همسرت از رابطه ما چیزی میدونه؟ به اون چیزی گفتی؟ کامران در برابر این پرسش که شاید بدیهی ترین پرسش آن لحظه بود سکوت کرده بود. دست و پای خود را گم کرده بود، به لکنت زبان افتاده بود و سرانجام گفته بود که نتوانسته درباره رابطهشان به سودابه چیزی بگوید. موضوعی که باعث تعجب بریگیته شده بود، یا دست کم او مایل بود چنین پیامی را به کامران دهد. کامران می‌دانست که اعتراف کردن به این ماجراجویی به معنای پاره کردن ریسمان پیوندشان است. او با روحیه سودابه آشنایی داشت. او می‌توانست به خوبی واکنش سودابه را نسبت به چنین موضوعی حدس بزند. گفتن چنین چیزی مثل آن میمانست که آدمی پل پشت سر خود را خراب کند. او می‌دانست پس از خراب شدن این پل امکان ادامه بازی بر پایه قواعد همیشگی آن از بین می‌رود.
کامران یک بار با آیدا گفته بود در زندگی لحظه‌ای به نام لحظه صفر وجود نداره. هر لحظه‌ای ولو نخستین لحظه پس از یک تصمیم گیری نیز چیزی از گذشته و یا آینده در خودش داره. از گذشته‌ای که زمینه ایجاد مضمون اون لحظه رو فرا آورده و از آینده‌ای که قرار این لحظه در اون ایفای نقش کنه. آیدا گفته بود پس بازگشتی به لحظه صفر هم ممکن نیست. و کامران گفته بود نه، زندگی واقعی مثل یک بازی کامپیوتری نیست که آدم هر وقت اراده کنه بتونه دکمه بازگشت رو بزنه و همون بازی رو از نو شروع کنه. بازگشت به لحظه‌ای که وجود نداره ناممکنه. او می‌دانست که نمی‌تواند چرخ روزگار را به عقب برگرداند و به لحظه‌ای پیش از جن‌زدگی هایدگری خود بازگردد. او تنها یک راه بیشتر نداشت و آن سکوت کردن درباره این لحظه بود و امید بستن به آن که سودابه این راز را هرگز کشف نکند. کامران حتی در اوج شور و شوریدگی خود نسبت به تداوم رابطه‌اش با بریگیت تردید داشت. ندای خفه در وجودش به او گوش زد می کرد که این رابطه آن ریسمانی نیست که او بتواند همه آینده خود را بر روی آن آویزان کند. شبها که با خود خلوت می کرد این رابطه را همچون یک ریسمان می دید. ریسمانی که یک سوی آن به لحظه حال وصل بود و سوی دیگر آن در یک فضای محالود محو شده بود. در حاله ای از وهم گم شده بود و دیده نمی شد. روشن بود که او هرگز نمی توانست درباره رابطه عشقی خود با بریگیت چیزی به سودابه بگوید. رابطه آنها از جنس رابطه سارت و دوبوار نبود. رابطه آنها حتی مثل رابطه برخی از زوجهای آلمانی نبود که در حاشیه ماجراجویی‌های عشقی سالها بیان که آب از آب تکان بخورد ادامه می‌یابد. رابطه آن دو حتی شباهتی به رابطه دخترشان با یان نداشت. رابطه‌ای که تضمین خود را در صداقت قراردادی بین آیدا و شریک زندگیش می‌یافت. رابطه او و سودابه بوی سنت می‌داد، همان سنتی که میبایست مانع از گسستن پیوندها شود. همان بافت سنتی که در آن متولد شده بودند و در الیاف سنتی همان جامعه‌ای که در آن زندگی کرده بودند شخصیتشان تکوین یافته بود. رابطه او و سودابه بوی آن پیمانی را میداد که گرچه در لحظه از زمان بسته شده بود اما نمی بایست در قاب زمان بگنجد. باید پیمانی می بود برای همه فصول زندگی. صداقت پشتوانه رابطه کامران و سودابه بود. نیازی به سوگند خوردن و نیازی به سخن گفتن بر سر آن در بین نبود. این آن صداقت قراردادی نبود که آیدا و یان بر سر آن به توافق رسیده بودند. یعنی همان قرارداد نانوشته‌ای که تنها یک بند داشت و آن هم صداقت بود. صداقت در اعتراف به بیمهری، یعنی همان قراردادی که در سایه آن عشق اساساً نمیتواند نطفه ببندد. قراردادی ناظر بر رابطه‌ای که بنیانش بر بی‌اعتمادی به آینده آن رابطه استوار است و در عین حال اعترافی پوشیده به آگاه بودن از ناپایدار بودن این رابطه و خبر داشتن از گسستن آن پیوند در لحظه‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد. کامران متوجه شده بود پیوند دو انسان را نمی‌توان به زور سند و مدرک پایدار ساخت. درستی این موضوع را در زندگی شخصیش تجربه کرده بود. اما او این را نیز می‌دانست که قرارداد نانوشته بین آیدا و یان نیز تصمیمی بر تداوم یک رابطه نیست. ادامه یک رابطه به معنای پایداری یک رابطه نیست. او دریافته بود که عشق سپرده‌ای نیست که بتوان تا پایان جان از آن بهره گرفت و درخت سیبی نیست که بتوان تا پایان این نمایش زندگی آسوده به آن لم داد و زیر سایه آن نشست و از میوه آن لذت برد. عشق هدیه‌ای نیست که آدمی از کسی بگیرد یا به کسی بدهد. عشق چالشی است روزمره. باید هر روز چیزی بر دل این مهر و بر مهر این دل افزود تا سرچشمه آن خشک نشود و محو نگردد. و این پاسخ دیر هنگام آن پرسش دیر هنگام بود. صداقتی که رابطه کامران و سودابه شکل داده بود زیر بنای زندگی مشترکشان بود. ترک برداشتن زمین این صداقت می توانست بنای زندگی مشترک آنها را بر سرشان آوار کند. پاهای صداقت که سست شد، آشیانه‌ای که سالهای سال پدید آورده بودند در برابر چشمانشان فرو ریخت. به سخن دیگر ماجراجویی عشقی کامران سیلی محکم و سوزناک یک تصمیم بود بر چهره آن صداقت.
او میبایست بین صداقت و ادامه زندگی با سودابه یکی را برمیگزید. او سودابه را برگزیده بود، ولی نمیدانست با فاش شدن رازش نه سودابه میماند و نه اثری از آن صداقت. کامران پاکت های خرید را به آشپزخانه برد. بوی توت فرنگی و تصور لبخند ساندرا پس از دیدن این کیک او را بدرقه می کردند.